شده گذرانده میشه. دیگر فکر نیست؟ مطلب ضرورتی با در وسایل اخبار عامه آید به مسئله های مهاجرت ملتی فکر و اندیشه های مختلف است. بعضی ها حکومت و پرزیدنت کشور را این زیر انتقاد میگیرند که گویا به این مسئله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا حکومت جمهوری تاجیکستان کم توجه دارد. و معلومات همه شما میرسانم که عملکرد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به وضع مهاجرت از ساختارهای دولتی معلومات میگیرد که چقدر تعداد مهاجران در کدام شهر و ناحیه‌ها و کشورهای فدراسیون است و شما آخران واقعی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و گوبرناتور ایوان آلمگزاران شما شاهد آن بودید که یکی از مسائل اساسی که بین گوبرناتور ولایت ایوان و پرزیدنت محترم مورد محاکمه قرار گرفت این وضع مهاجران ملتی است. عبدالجبار عزیز رحمان‌زاده پیشگیری شده است و برای در جمهوری تاجیکستان در حدود 5-6% همیشه یعنی سطح بیکاری بود، از آن زیاد نیست. در ما متاسفانه یعنی آن معاشی که داده می شود رای کم است. وقتی که معاش کم است مهاجران ما کوشش میکنند که به کشورهای دیگر روند. وکانسی هایی که وزارت ملت همیشه تاسیس میکند باور میکنید که بسیار است. جاهای بسیار زیادی کاری هستند در جمهوری تاجیکستان، لیکن متاسفانه با کم بودن معاش پرابلم اساسی کمبود معاش است. ما بعد از آن که 276,000 روی خط مهاجران ملتی زفرگی رو که باشتهش رو من از گرفتیم برنامه ضرور شمردیم که برنامه وابسته با کار تامین کنی مهاجران مهنتی به وطن برگشته رو در جمهوری تاجیکستان تهیه کنیم و این برنامه با فرمایش وزیر علیه تصدیق شده است، عملی شده ایستاده است و اون مرکزهای مشورتی پیش از سفر هم فعالیت آنها به همین روانه شده است.